سلام، روزتون بخیر. شقایق یوسفیان هستم، مدرس لاین کار با مواد و امروز توی این ویدیو میخوام بهتون 0 تا 100 کار کردن با دستگاه ماکرومیس رو آموزش بدم. اولین چیزی که در مورد دستگاه ماکرومیس لازم شما بدونید اینه که این دستگاه بسترساز بسیار مناسبی برای کار کراتینه و انواع کارهای صافی و احیا رو میتونید با استفاده از این دستگاه با راندمان خیلی بهتری انجام بدید. زمانی که شما قبل از مواد زنی برای موهای مشتریتون میره دستگاه ماکرومیس استفاده میکنید باعث میشه که کامل کوتیکول موها باز میشه و جذب مواد داخل مو خیلی بیشتر میشه و باعث میشه که اثر کاری که دارید انجام میدید خیلی برای موهای مشتریتون بیشتر باشه. روش کار کردن با این دستگاه به این صورته که یه محفظه آب داره که این محفظه رو شما باید با استفاده از آب مقطر حتما پر کنید. دستگاه از قسمت پایینی کلید داره برای روشن کردن و بعد از اینکه دستگاه رو روشن کردید توی این قسمت میتونید تنظیماتش رو تغییر بدید. یه درجه بندی برای دمای این دستگاه ما داریم. هر چقدر مویی که دارید کار میکنید موی آسیب دیده تریه باید دمای دستگاهتون رو کمتر کنید و هر چقدر موهای مشتریتون موی سالم تریه یا خیلی تار زخیمه میتونید دمای دستگاه رو بالا ببرید. برای کسایی که خیلی موهای فر آفریقایی و تار زخیمی دارن نهایتا میتونید از دمای 65 درجه سانتیگراد استفاده کنید. بعد از اون باید میزان رطوبت رو توی دستگاه مشخص کنید که با این دوتا کلیدی که اینجا هستش میتونید میزان رطوبت رو تغییر بدید. هر چقدر موهای مشتریتون آسیب بیشتری داره باید از رطوبت بیشتر و هر چقدر آسیب کمتری داره میتونید از رطوبت‌های پایین‌تر هم استفاده کنید. برای موهای رنگ شده بهترین میزان رطوبت 60%. بعد از اون با استفاده از دکمه‌هایی که توی این قسمت هست شما میتونید تغییراتی رو توی تنظیمات دستگاه بدید. برای اینکه اگر خواستید گاز اوزون رو به مخزن اضافه کنید میتونید با استفاده از زدن این کلید گاز اوزون میتونید اوزون تراپی همزمان هم برای موهای مشتریتون انجام. اگر خواستید برای موهای مشتریتون از کارهای احیای سرد استفاده کنید و همزمان با اون توی دستگاه ماکرومیس هم موهای مشتریتون قرار بگیره میتونید از دکمه بخار سرد این دستگاه هم کمک بگیرید که این دکمه رو روشن میکنید. بعد از اینکه تنظیمات دستگاه رو مشخص کردید از اینجا میتونید میزان تایمی که قراره موهای مشتریتون توی دستگاه قرار بگیره رو مشخص کنید که تایم رو با رقم 10 گانه این دکمه و رقم 1 گانه این دکمه میتونید تغییر بدید و حالا به میزان لازم موهای مشتریتون رو توی این دستگاه قرار بدید. بعد از اون باید سراغ چراغای دستگاه بریم. ببینید این دستگاه که من دارم خودش 9 لایته و 9 تا نور متفاوت داره. من الان باید دکمه استارت رو بزنم و بعد از اون با استفاده از نور قرمز کف سر کامل ضد عفونی میشه و کوتیکول موها باز میشه برای پذیرش مواد. با استفاده از نور سبز موها ضد عفونی میشه و کف سر کامل پاکسازی میشه. با استفاده از نور آبی دستگاه شما میتونید کوتیکول موها رو ببندید و جذب مواد رو داخل دستگاه افزایش. مهمترین نورهایی که ما ازش استفاده میکنیم نور قرمز، نور سبز و نور آبیه. این دستگاه به صورت پیش‌فرض 3 تا حالت داره که برای احیای موهای دکولوره شده یا برای موهای رنگ شده یا برای موهای طبیعی هم میتونید از این 3 تا حالت پیش‌فرض استفاده کنید. کار دستگاه ماکرومیس اینه که کوتیکول موها رو کامل باز میکنه و پذیرش مواد رو داخل موهای مشتریمون خیلی بیشتر میکنه. اگر قراره برای موهای مشتریتون کار کراتین رو انجام بدید و مشتریتون موهای کاملا سالم و بدون آسیبی داره بهتره که به مدت 20 دقیقه قبل از انجام کار موهای مشتریتون رو داخل دستگاه قرار بدید. اگر ببینید موهای مشتریتون خیلی آسیب دیده یا خیلی تار نازکه میتونید تایم دستگاه رو کمتر کنید و روی 10 دقیقه تا نهایتا دیگه 12 دقیقه قرارش بدید که توی این مدت هم کامل کوتیکول مو باز میشه و آمادگی پذیرش مواد رو داره. کانال یوتیوب ما رو حتما دنبال کنید چون قرار براتون کلی ویدیو جذاب و آموزشی دیگه هم داشته باشیم.